مریضی عجیب و غیر قابل باور سارا سرور دختر خانم انگامه در کشور کانادا، وضعیت بد وی در شفاخانه، گفتنی‌های تازه مادرش و جدا شدن سارا سرور از نامزد ترکیش و چی سارا سرور از نامزد ترکش جدا شده است، گفتنی‌های تازه خانواده‌اش در این باره و دوری این دختر خانم از هنر موسیقی، اما به چه دلیل؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما تشریف از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سارا سرور دختر خانم انگامه یکی از دختر خانمان محبوب، مطرح و جوان در میان هنرمندان جوان افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. سارا سرور کارهای هنر و موسیقیش را از مادرش آموخت و اولین آهنگ‌های سارا سرور با مادرش به طور دوگانه بود. بعد از آنکه سارا سرور در میان هنرمندان افغانستان شهرت و محبوبیت خوب کسب کرد، وی به کارهای هنر موسیقیش دوامدار ادامه داد و توانست شهرت خوب کسب کند. این همه در حالی است که سارا سرور دختر خانم انگامه با یک پسر ترک 4 سال قبل به طور رسمی در کشور کانادا نامزد شد. تازه تصاویر سارا سرور در صفحات مجازی دست به دست می شود که این دختر خانم از نامزد ترکش جدا شده است و در حالت بدرویی و روانی در شفاخانه بزرگ در کانادا بستری است. سارا سرور مدت طولانی از دیگر به کارهای هنر موسیقیش هم نپرداخته است، ولی مادرش خانم انگامه در صفحات مجازیش برای شفایاب شدن دخترش از طرف دوستداران و طرفدارانش دعا و نیایش کرده است. با هم آرزوی شفایاب شدن هرچی عاجل برای این دختر خانم جوان و هنرمند از بارگاه عزت الله ازال تمنا داریم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سارا سرور به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.